اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، موضوع درباره نشانه های سستی ایمان انسان در چی است و 15 نشانه ای را در اینجا ذکر میکنیم و در آخر درباره این که چیکار کنیم که ایمانهای ما مستحکم گردد. یکم نشانه سستی ایمان انسان در این است که هنگام صادر کردن گناه پشیمانی را احساس نمی کنیم. دوم، سخت شدن قلب و ناخواهشی برای خواندن قرآن، یعنی انسان برای خواندن قرآن خوشش نمی آید، یعنی ناخوش می شود. هنگام قرآن را می گیرد به خواب می رود، یعنی که خوابش می گیرد. این دوم نشانه سستی ایمان انسان است. سوم، سستی در کارهای خیر. مثلا انسان نماز را از وقتش می گذرد، بعد می خواند، یعنی بیکار هست، مشغول هم نیست، حالا که پیش راه نماز را نه کار گرفته می تواند و نه بار. ولی انسان هایی هستند که بیکار نشستگی هستند و وقت نماز ضایع می شود، بعد می خوانند. چهارم، به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اعتبار ندادن است. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را به سنت خود چیکار میکند؟ دعوت میکند، حالان که پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش خود چیزی نمیگوید. چگونه که گفتیم، چهارم، به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اعتبار ندادن است. پنجم، در کارهای کوچک دنیوی تیز غمگین میشویم و عصبانی میشویم. ششم، هنگام سوره های قرآن را گوش کردن در وجود خود چیزی را احساس نمی کنیم. هفتم، در ذکر و تعریف الله کوتاهی و بیخوشی می کنیم، یعنی ذکر الله را کم می کنیم. هشتم، عملی را می بینیم که ضد شریعت است، اما ما را حسی غم و اندوه فرا نمی گیرد. مثلا یک شخصی را می بینیم که ضد الله گپ می زند، ضد شریعت محمدی سخن می کند، ولی در وجود ما یک غم و اندوه هم فرا نمی گیرد. نهم، خواهشی داشتن نام بلند و خانه قیمت و پول زیاد. یعنی انسان دائما در فکر شهرت یافتن باشد، در فکر خانه آشیانه بلند داشتن باشد و در فکر پول زیاد باشد. این هم یکی از نشانه های سستی ایمان است. یعنی دائما در فکر مالی دنیا بودن، این یکی از نشانه های سستی ایمان است. دهم، بخیلی و ممسکی نسبت بیچارگان. یعنی انسانی که در وجود او بخل باشد و ممسکی نسبت بیچارگان باشد، این هم یکی از نشانه های سستی. و یازدهم، دیگران را برای انجام نمودن کار خیر دعوت میکنیم، اما خود انجام نمیدهیم. دوازدهم، احساس خرسندی هنگامی که کاری کسی برار نمیگیرد. سیزدهم، خندیدن برای دسترخوان شخصی که ما را بر خانهش دعوت میکند و یا که به تویش و یا که به معرکش دعوت میکند و ما در آنجا میرویم و برای دسترخوان وی میخندیم. چهاردهم، برای مشکلی هایی که بالای سر مسلمانان دنیا آمده است احساس نکردن و دعای هم نکردن. و پانزدهم، دوست داشتن بحث و مناظره با اهل علم. این بود 15 نشانه سستی ایمانی یک مسلمان. اگر در خود این نشانه ها را پیخست نمودید، پس چیکار کنیم که تا ایمانمون مستحکم گردد؟ و در اینجا 5 عمل را ذکر میکنم و این عمل ها آنقدر زیاد هم نیستند گفتیم و مشکل هم نیستند. اول، نمازها را باید که در وقتش بخوانیم. دوم،
ذکر الله را زیاد گفتن است. سوم، در مجلس های علما اشتراک کردن، چون در آن مجلس ها ملائکه ها اشتراک میکنند. چهارم، کمی هم باشد از کتاب های عقیده و فقهی مطالعه کردن است. پنجم، برای از خود نمودن قرآن کوشش کردن. این بود 5 عملی که اگر ما این عملها را با اخلاص و نیت اگر انجام دهیم، انشاءالله ایمان هر یکی ما و شما مستحکم می گردد و الله از همه ما و شما راضی باشد.